جورج اورویل، سرای چهارپایان، مالخانه. از انگلیسی ترجمه عثمان علی لطیفی، در قرائت دلشاد رحمت الله. ادامه. باب ششم. تمام آن سال حیوانها مثل غلامان کار کردند، ولی آنها از کار خود خرسند و راضی بودند. شکایت نداشتند و کینه هم نمی چون که آنها خوب می دانستند که همه کار را برای خود و نسل آینده خود می کنند، نه برای یک توده تنبلان و ناآدمان دوست. در دوام فصلهای بهار و تابستان آنها در یک هفته 60 ساعت کار می‌کردند و در ماه اوگوست ناپلئون اعلان نمود که در نیمه دوم روز یکشنبه نیز کار خواهند کرد. این کار قطعاً اختیاری بود، اما هر یک حیوانی که از آن دست می‌کشید غذایش را 2 برابر کم می‌کردند. با وجود این بعضی کارها اجرا نشده ماند. همین طور حاصل غون داشته شده نظر به سال گذشته اندکی کم شد و 2 میدانی که در آن باید در اول فصل تابستان سبزوات ریشگی کاشته میشد، بنابر سبب سر وقت انجام نیافتن شدگار زمین کشت نشده ماند. پیشکی معلوم بود که زمستانی در پیش ایستاده سخت خواهد آمد. نیروگاه برقی بادی هم دشواری‌های غیر چشم داشت را پیش آورد. در حدود سرای چهارپایان کانی خوبی خرسنگ موجود بود و در یک از شیپنگ‌های بیرونی خم و سمنت فراوان یافت شد. همین طریق تمام مسائل ساختمانی را در دست داشتند، اما مسئله‌ای که حیوان‌ها در اول آن را حل کردن نمی‌توانستند، این طرز خرسنگ را به اندازه موافق پاره کردن بود. به نظر چنین می‌نمود که این کار را می‌توان با مصران و زاغنول انجام داد، ولی هیچ یک حیوان این آلات را استفاده برده نمی‌توانست، زیرا یگان حیوان با 2 پای قفایش راست نمی ایستاد. تنها پس از چند هفته کوشش‌های بیهوده و فکر حیوان استفاده قوه جاذبه پیدا شد. خرسنگ‌های عظیمی که خیلی کلان بودند و در چنین شکل استفاده آنها غیر امکان بود، در سراسر کان خوابیده بودند. حیوان‌ها گرد آنها را با ارغمچین بسته، سپس همه گاو و اسب‌ها، گوسفندان و دیگر حیواناتی که ارغمچین را داشته می توانستند، حتی خوک‌ها در لحظه‌های ضروری با آنها همراه می شدند. آنها را از تگ کام به نشابی برآورده به پایان جر می نمودند که در نتیجه آنها افتیده پاره پاره می گشتند. انتقال خرسنگ‌های شکسته نسبتاً آسان بود. اسب‌ها خرسنگ‌های شکسته را در عرابه‌ها می بردند، گوسفندان باشند آنها را یک تا می کشانیدند. حتی بنجامین در عرابه کونه 2 نفره موریل میل انداخته حصه خود را بار کرده می برد تا آخر فصل تابستان به قدر کافی خرسنگ شکسته شده ذخیره کرده شد. سپس ساختمان آسیاب بادی زیر نظارت بی‌واسطه خوک‌ها آغاز یافت، اما این روند سست و زحمت طلب بود. اکثر وقت برآوردن یک خرسنگ تگ کان به نشابی 1 روز طولانی را در بر می گرفت و بعضی وقتها خرسنگی که از کنار کان به زمین تله داده می شد نمی شکست. بدون بوکسور که قوتش برابر تمام قوه حیوانات باقی مانده بود، یگان نتیجه به دست آورده نمی شد. وقتی که خرسنگ برآورده شونده به قفا به طرف تگ کان می لغزید و حیوانها می دیدند که آن را دیگر داشته نمی توانند، با تمام آواز به داد و فریاد می برآمدند و بوکسور چون هر وقته ارغمچین را با تمام قوتش مستحکم می کشید و به بالا می برآورد. تماشای کار بوکسور در نشابی‌های تپه که وجب به وجب با زحمت زیاد و نفسکشی تیز و با ریزانیدن عرق سمهای پایش زمین را میکند و خرسنگ‌ها را کشیده می‌برآورد، همه را به وجد آورده بود. کلاور بعضاً او را هشدار می‌داد که از حد زیاد زحمت نکشد، اما بوکسور هیچگاه به گفته‌های او گوش نمی‌کرد. 2 شعار بوکسور: من باز بیشتر از این کار می‌کنم و ناپلئون همیشه حق است، به نظرش برای همه سوالها جوابی کافی بودند. وی با خروس مصلحت کرده بود که هر سحر او را به جای نیم ساعت 45 دقیقه بروقتر از خواب بانگ زده بیدار نماید. در این وقت خالی که آن در آن روزها خیلی کم بود، تنها به سر کان رفته خرسنگ‌های شکسته را جمع می‌کرد و بدون کمک به نزد آسیاب بادی می‌کشاند. حیوان‌ها در دوام فصل تابستان صرف نظر از آن که کارشان دشوار بود، زندگی آنقدر بدی نداشتند. البته غذای حیوان‌ها نسبت به زمان جونز زیادتر نبود، اما از آن هم کمی نداشت.
حیوانها تنها خود را با غذا تامین میکردند، نه بر زمش به 5 نفر کارگر اسرافکار جونز این برتریت برای حیوانات بر علا احساس می‌گردید. آنها با این برتری بعضی کمبودی‌های خود را اصلاح می‌کردند. از بسیار جهت طرز کار حیوانات نسبت به کار آدمان ثمره‌ناک‌تر بود و نیروی کاری را صرف می‌کرد. مثلا چنین کار: آدمان به مانند حیوانها خشابه کردن علف‌های بیگانه را در صحرا هیچگاه دقیقاً اجرا کردن نمی‌توانستند. این چنین حیوانها دزدی نمی‌کردند. بنابراین ساختن دیوار یا کشیدن پرچین بین زمین‌های کارم و چراگاه‌ها ماهیت خود را گم کرده، مهنت زیادی را برای نگهبین، تعمیر و ساختن دروازه‌ها صرف می‌کرد. در برابر این فصل تابستان کمبودی و نارسایی‌های گوناگون غیر چشم‌داشت خود را نیز داشت. ضرورت دسترس کردن روغن پارافین، میخ، ارغمچین، بیسکویت برای سگ‌ها و نعل برای سم پای‌های اسب‌ها پیش آمده بود که یگان تای آن در سرای چارپایان استحصال نمی‌شد. بدتر بغیر از افزارهای گوناگون و نهایت ماشین‌های نیروگاه برقی بادی، باز دریافت نمودن تخمی و نوری مینرالی برای زمین‌های کارم لازم آمد. طرز دسترس و خرید همه آن را هیچ حیوان تصور کرده نمی‌توانست. یک صبح روز یکشنبه وقتی که حیوان‌ها برای گرفتن سفارش‌ها جمع آمده بودند، ناپلئون اعلان کرد که وی درباره عملی نمودن سیاست نو تصمیم گرفته است. من بعد سرای چارپایان با فرم‌های همسایه خرید و فروش را براه خواهند ماند. البته نه با یگان مقصد تجارتی، بلکه فقط برای گرفتن بعضی مواد تجیلاً ضروری. تأمین احتیاجات نیروگاه برقی بادی از همه چیز دیگر باید افضل‌تر باشد، گفت او. از این رو او تصمیم گرفت که یک چند غرم گندم پایه و یک قسم حاصل جوی جمع آورده کرده شده را فروشد و بعداً اگر پول بیشتر لازم شود آن را از حساب فروش تخم مرغ که همیشه در بازار ویلینگدون طلبات دارد به دست دارند. مرغان، گفت ناپلئون با خوشحالی، توسط این کار باید سهم مخصوص خود را برای ساختمان نیروگاه برقی بادی گذارند. بار دیگر حیوانها را ناراحتی نامعلوم فرا گرفت. با آدمان هیچگاه معامله نکردن، به تجارت هیچ وقت مشغول نشدن، هیچگاه پول را استفاده نبردن. مگر اینها اولین قرارهای نبودند که در یکمین مجلس روز پیروزی بعد از رانده شدن جونز قبول کرده بودند؟ همه حیوانها قبول چنین قرار را به خاطر آوردند و یا حداقل آن را فکر میکردند که قبول این قرارها را در یاد دارند یا نه. 4 خوک جوان که زمانی برای برهم ندادن مجلس‌های روز یکشنبه به ناپلئون اعتراض کرده بودند، حالا خواستند باز آواز بلند کنند، اما در حال آنها را غورش دهشتناک سگ‌ها خاموش کرد. بعد چون عادت گوسفندان با شعار 4 پای خوب 2 پای بد وضع را معتدل ساختند. نهایت ناپلئون پایش را بلند برداشته همه را به خاموشی دعوت کرد و اعلان نمود که الکی به قرار آمده است. هیچ مقبول نیست که حیوانها با آدم یگان همکاری و یا علاقه داشته باشد، چون که آدمان به جز تحقیر دیگر چیزی را سزاوار نیستند، گفت او. و با گفتن چنین سخنان ناپلئون میخواست که تمامی مسئولیت کار را به دوش خود گیرد. جناب وایمپر، ادوکات از ویلینگدون، راضی شده بود که به حیث میانه‌رو بین سرای چارپایان و عالم بیرونه فعالیت نماید و هر صبح روز دوشنبه برای گرفتن دستورها به سرای چارپایان تشریف بیارد. ناپلئون سخنرانی خود را با نداهای معمولی خود زنده با سرای چارپایان انجام داده. پس از سرودن حیوانات انگلیا همه پراکنده شدند. پس از آن وینگوسی سرای چارپایان را دور زده حیوانات را آرام کرد و آنها را باور کناند که قرار درباره خرید و فروش و استفاده پول هیچگاه قبول نشده است و حتی آن را یگان حیوان پیشنهاد هم نکرده است. احتمالاً این خیالات پوچ از دروغ‌های پهن کرده برفک کلوله ابتدا می‌گیرند. یک چند حیوان هنوز هم شبهه داشتند، اما وینگوسی از آنها روی راست پرسید: آیا شما باوری دارید که این چیز را شما در خواب ندیده اید رفیقان؟ آیا در یگان جا شما قید آنها را دیده اید؟ آنها در یگان جا نوشته شدند؟
از بس که این قرارها در یگان جا نوشته و قید کرده نشده بودند، حیوانات از گفته‌های او قناعتمند شده فکر کردند که خود آنها خطا کردند. هر روز دوشنبه جناب وایمپر طبق ترتیب مقرر شده به سرای چارپایان تشریف می آورد. وی یک مرد خردکک مکار، بارشی برهای روی خود، ادوکتی به تجربه اما به قدر کافی دانا بود و پیش از همه فهمید که دیر یا زود به سرای چارپایان دلال لازم می شود و از این فایده خوب به دست می توان آورد. حیوانها آمدن و رفتن او را با ترس و هراس نگریسته تا حد امکان از او دوری می جستند. با وجود این نمود ناپلئون که روی 4 پای ایستاده به وایمپر 2 پای فرمان میداد، غرور و افتخار حیوانات را برمی انگیخت و به این وسیله آنها ترتیبات نو را قسماً پذیرفتند. اکنون مناسبت آنها با نسل آدم مثل پیشتر بد نبود. اکنون نسل آدم از سرای چارپایان که در حالت رشد قرار داشت از پیشتر دیده بیشتر نفرت میکرد. هر یک آدم بر این نظر بود که سرای چارپایان دیر یا زود مفلس می شود و پیش از همه ساختمان نیروگاه برقی بادی به ناکامی دچار می آید. آنها در قهوه‌خانه ها جمع شده به همدیگر با هر گونه نقشه و دیاگرام ها اثبات می کردند که نیروگاه برقی بادی حتما فرو خواهد رفت و یا اگر ساخته شود هم هیچگاه کار نخواهد کرد. با وجود این برخلاف اراده و خواهش خود آنها به حیوانها نسبت به کوشش‌های آنها و ثمرناک اداره نمودن کارهایشان ارج می‌گذاشتند. یکی از قسمت‌های تغییر یافتن مناسبت آدمان با حیوانها در آن بود که فرم را دیگر سرای چارپایان می‌نامیدند و وانمود نمی‌کردند که آن سرای چارپایان منار نام دارد. آنها جونز را که امیدی برگردانیدن سرای چارپایان را نداشت و از آنجا به دیگر منطقه رفته بود دیگر دستگیری نمی‌کردند. بغیر از وایمپر بین سرای چارپایان و عالم بیرونه دیگر یگان علاقه وجود نداشت، اما آوازهای پهن میشد که ناپلئون نیت دارد یا با جناب پیلکینگتون از فوکسفود و یا با جناب فردریک از پینچفیلد یک قرارداد معین تجارتی بندد، اما به هر صورت هر دویشان را یک جای و در یک زمان کسی ندیده بود. این کارها تقریبا در همان زمان رخ داده بودند که خوک‌ها ناگهان به خانه استقامتی سرای چارپایان خانه جونز در آمده در آنجا مسکن گرفته بودند. باز حیوانها گویا به خاطر آوردند که در روزهای اول پیروزی درباره در خانه استقامت زندگی نکردن خوک‌ها قرار قبول کرده شده بود و وینگوسی باز آنها را باور کنند که این طور نبود. مطلقاً ضرور است گفت او، خوک‌ها که مغز فرمه هستند باید جای آرام داشته باشند. اینچنین برای شان و شرف داهی وینگوسی در وقتهای آخر ناپلئون را همین طور مینامید. نمی ارزد که در آغل خوک‌ها زندگی کنند. با وجود این بعضی حیوان‌ها شنیدند که خوک‌ها نه تنها خوراک خود را در آشخانه می‌خورند و در مهمانخانه استراحت می‌کنند بلکه در بستر نیز می‌خوابند. بوکسور این را چون هر وقت با شعار ناپلئون همیشه حق است افاده نمود، اما کلاور 7 پرینسیپ را که یکی از آن ضد خواب رفتن خوک‌ها در بالای رخت خواب بود در خاطر داشت و او به آخر انبار رفته کوشش کرد که 7 پرینسیپی در آنجا نوشته شده را خواند و حس کرد که جز حرف‌های علاهیده دیگر چیزی را خوانده نمی‌تواند. آنگاه موریل را دعوت کرد. موریل گفت وی، پرینسیپ 4 را به من خوانده ده. آیا درباره خوابیدن در روی تخت خواب چیزی گفته شده است؟ با کم دشواری موریل آن را هیجا به هیجا خواند. در اینجا میگویند هیچ حیوان نباید در بستر جلد پوش خواب کند، گفت او در نهایت. عجیبش این بود که کلاور در پرینسیپ 4 کلمه را به مثل جلد پوش در یاد نداشت، اما وقتی در دیوار چنین نوشته شده بود به آن باور کرد. وینگوسی اتفاقا در همین لحظه با همراهی 2 یا 3 سگ از راه میگذشت و او توانست مسئله مذکور را در شکل به خود مفید درست شرح دهد. شما البته شنیدید رفیقان، گفت او، ما خوک‌ها اکنون در روی رخت خواب خانه استقامتی سرای چارپایان میخوابیم. چرا نخوابیم؟ شما البته گمان نمیکنید که درباره رخت خواب حکم وجود داشته باشد. رخت خواب تنها معنای جای خواب را دارد. خاشاک نیز در عاقلخانه جای خواب است،
اگر این درست به نظر گرفته شود. این قاعده تنها بر ضد استفاده جلدپوش می باشد که آن را در حقیقت هم آدمان اختراع کردند. ما همه جلدپوش ها را از بسترهای خانه استقامتی سرای چارپایان دور انداخته در بین کورپه ها می خوابیم. در رخت خواب بدون جلدپوش خوابیدن نیز براحت می باشد. برای انجام دادن کارهای ذهنی امروزه رفیقان از این بیشتر شرایط به ما لازم نیست. شما ما را از این محروم نمی سازید رفیقان؟ آیا شما می خواهید که ما از حد زیاد خسته شویم و وظیفه هایمان را اجرا کرده نتوانیم؟ باوری دارم که هیچ کس شما نمی خواهید که جانز برگردد. حیوانات او را در این باره آرام کردند و دیگر راجع به مسئله خوابیدن خوکها در بالای رختهای خواب خانه های استقامتی سرای چارپایان چیزی نگفتند. بعد از چند روز دیگر اعلان کردند که از این بابت خوکها هر سحر نظر به دیگر حیوانات 1 ساعت دیرتر از خواب میخیزند. در این باره هم یگان جانور شکایت نکرد. در فصل تیرماه حیوانها خسته و همزمان خیلی خرسند بودند. آنها 1 سال دشوار را پس سر کردند و بعد از فروختن یک قسمت گندم پایه و جو ذخیره غذایی زمستانه هم کم شده بود. اما نیروگاه برقی بادی همه مشکلات را جبران باید میکرد. حالا قریب نصف آن ساخته شده بود. پس از جمع آوری حاصل هوای خشک صاف و بی‌غبار حکم فرما بود و حیوانها از هر وقت دیده بیشتر زحمت کشیده فکر میکردند که کارشان آمد کرده است و تمام روز خرسنگ‌های وزنین را کشانیده می‌خواستند دیوارها را به اندازه 1 فوتی دیگر بلند بردارند. بوکسیار حتی شب‌ها 1-2 ساعت مستقلانه در پرتو ماهتاب کار میکرد. حیوانات در وقت‌های خالی خود آسیاب بادی نیمتیار را دور زده از مستحکمی و راستی دیوارهای آن در حیرت می‌ماندند و از آن فخر می‌کردند که آنها هم چنین چیزی متأثر را ساخته توانستند. بنجامین خریکلانسال نسبت به ساختمان نیروگاه برقی بادی یگان شوق و رغبت نداشت و همیشه چون از روی عادت به جز گرفتن ایرادهای پراسرار درباره آنکه خرها عمر دراز دارند دیگر چیزی نمیگفت. ماه نوامبر با شمالهای سخت جنوب و غربی فرا رسید. بنابر سبب آنکه نمناکی زیاد شده بود و آن شوریدن بتون را مشکل می ساخت، ساختمان نیروگاه برقی بادی قطع کرده شد. شب چنان طوفان سخت به عمل آمد که بناهای سرای چارپایان را از ته کرسیش لرزانیده چند سفال بامپوش انبار را از جایش پرانده برد. مرغها گویا همشان یک باره در خواب دیدند که از دور صدای تیر می آید و از ترس قط کنان از جای خیستند. صبح بر وقت حیوانات از عاقلخانه ها برآمده دیدند که پایه پرچم شکسته افتیده است و درخت نارون باشد در باغ مثل شلغمچه ریشه‌کن شده است. بعدی به همه این توجه کردن ناگهان چشمان آنها به منظره دهشتباری افتاد و همه آنها یک باره ندای ناامیدی کردند. نیروگاه برقی بادی خراب شده بود. یک باره همه آنها به جای حادثه دویدند. ناپلیون که از همه کم به سیر و گشت می برآمد حالا پیش از همه به آن طرف می دوید. آره، نیروگاه برقی بادی که ثمره تمام کار و مبارزه آنها به حساب می رفت اکنون تا ته کرسیش افتیده به زمین یکسان شده بود. خرسنگ هایی که آنها با زحمت زیاد شکسته و آورده بودند اکنون در گرد و اطراف پریشان می خوابیدند. آنها در اول لال شده سخن گفته نتوانستند و به توده خرسنگ های پریشان با علم می نگریستند. ناپلیون گاه گاه زمین را بوی کشیده به این طرف و آن طرف خاموشانه قدم میزد. دومی سختی وی از یک پهلو به پهلوی دیگر دکه میخورد و این عمل نشانه پرشدت حالت فکرانی او را نشان میداد. ناگهان او باز ایستاد گویا که تصمیمش را گرفته باشد. رفیقان، گفت آرامانه، میدانید به این کار کی جوابگر است؟ آیا شما نام دشمن را میدانید که شب آمده نیروگاه برقی بادی ما را چپه کرده است؟ برفک کلوله. او ناگهان با آواز رعد مانندش غراز زده گفت: این کار را برفک کلوله کرد. این خیانتکار قصد داشت که نقشه های ما را ویران کند و از ما قصاص رانده شدنش را بگیرد. این خائن زیر پرده شب به اینجا در آمده کار 1 ساله ما را تقریبا برباد داد. رفیقان،
من در همین لحظه و در همین جا به برفک کلوله حکم قتل اعلان میکنم به هر حیوانی که او را دستگیر میکند. قهرمان حیوانات درجه دوم و نیم شاخه سیب داده می شود. هر حیوانی که او را زنده دستگیر میکند یک شاخه پر از سیب تقدیم کرده می شود. از گناهکار بودن و چنین عملی مدهش کردن برفک کلوله همه حیوان ها به حد در حیرت مانده بودند. صدای خشم و غضب بلند شد و همه درباره راه‌های دستگیر کردن برفک کلوله فکر میکردند. البته در صورتی که او اگر بار دیگر به آنجا می آمد. در حال ایزی پای خوک در روی علف در نزدیکی تپچه پیدا شد. آنها را تنها در طول چند قدم دیدن ممکن بود و ظاهراً این ایزی پای به سوراخی دیوار آورده رساند. ناپلئون این ایزی پای را با دقت بوی کشیده اعلان کرد که آن با برفک کلوله تعلق دارد. با عقیده ناپلئون احتمال برفک کلوله از سمت فرمای فوکس فود آمده باشد. دیگر یگان لحظه تأخیر نکنید رفیقان، خطاب کرد ناپلئون بعد از تفتیش کردن ایزی پای. ما را کار منتظر است. خود همین صبح با برقرارسازی نیروگاه برقی بادی شروع میکنیم و تمام فصل زمستان خواه باران باشد خواه آفتاب ما آن را میسازیم. ما به خائن شرمنده نشان میدهیم که وی به آسانی ما را شکسته نمیتواند. در خاطر نگاه دارد رفیقان، به نقشه های ما یگان تغییرات وارد کرده نمی شود. آنها سری وقت اجرا کرده می شوند. به پیش رفیقان، زنده باد نیروگاه برقی بادی، زنده باد سرای چارپایان. شنونده های عزیز، ادامه قصه را در نشری دیگر خواهید شنید.